مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیزر میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین حشری عصبی برنامه پشت پرده. من اول ویدیو معذرت خواهی بکنم که من صدام گرفته، سرما خوردم، نمیتونم زیاد داد بزنم، جو بدم و خلاصه از این صحبت ها ببخشید. ولی یه سلامی بکنم بر اون مخاطبان حشری جریان عصبی که در طول 48 ساعت گذشته پیام‌های زیادی ازشون دریافت کردم در خصوص اینکه آقا فیلم‌های این فرسام دختر رشتی رو برای ما ارسال بکن، یعنی نوجقی دو رمز. که منم یکی از دوستان زحمت کشید یه دونه کانال تلگرام درست کرده و حالا لینک کانال تلگرام رو من میذارم زیر همین ویدیو توی توضیحاتش. کانال تلگرامش رو میتونید برید اونجا و این بنده خدا فیلم فرسام این افراد رو برای شما پخش خواهد کرد و شما میتونید اونجا ببینید، حال کنید، جق بزنید و ارضا کنید خودتون رو. خلاصه هر کاری که میخواد بکنید اونجا. ولی فیلم ها رو کوتاه خواهد گذاشت. چقدر حالم بده، ولی خب یه بحث جق ملت که میشه و بحث فرسام که میشه مجبورم بیام و اجرا بکنم. عینکم هم در بیارم. اینم افتاد. انقدر عینکم کثیفه نگم براتون. عرضم به حضورتون که ماجرا از 10 روز پیش شروع شد که یه دختری رشتی به اسم آتوسا اومد فیلم خودشو به همراه 3 تا پسر دیگه که داشتن کارهای اداری و کارهای حشری عصبی انجام میدادن و پخش کرد. حسابی این فیلم تو فضای مجازی وایرال شد، جر داد خودشو و ملتی هم که سوژه جق نداشتن براشون یه سوژه مناسب بود برای جق زدن. این در حالی بود که فیلم فرسام حالا قبلا هم گفتم که ماجرای فرسام چرا بهش میگن فرسام؟ فور یعنی 4، یعنی 4 نفر توی فیلم کارهای اداری انجام بودن. 3 پسر بودن، یه دختر. حالا کاشف عمل اومده که 3 تا پسر نبودن، 4 تا پسر و یه دختر بودن که 5 سام بوده. یعنی دیگه به نظر من باید فارسی رو هم پاس بدانیم، بعد بگیم که آقا 3 گانه، 4 گانه و 5 گانه، چون دیگه خارجی جواب نمیده و 5 سام بوده. و این در حالیه که حتی خبرگزاری نزدیک به سپاه هم اومدن که و این خبر رو دیگه مجبور شدن نسبت بهش واکنششون بدن و گفتن که تمامی افرادی که در این فیلم بودن، در این فیلم 5 سام، همشون بازداشت شدن. البته روزهای گذشته خبر رسیده بود که یه نفر از این افرادی که توی این فیلم بوده متأهل بوده، در صورتی که شروری پیش نبوده و همه اون افراد متأهل بودن و دوست داشتن که یه بازار آزاد برن. به خاطر همین دیگه دیدن کیس از این بهتر، طرف فیتیش هم دار و خلاصی یکی از پشت کار اداری انجام میده، یه نفر از جلو. چیزی که من توی فیلم دیدم اصلا سوی چشام رفته الان دیگه، اینقدر من این فیلم رو دیدم و اینا کلا از چشام داره اشک میاد. خواستم چون با دقت دیدم، رفتم تو عمق ماجرا. 4 ساعت فیلم بود و توی لوکیشن های مختلف. فیلمی که وایرال شد فیلم داخل استخر بود، ولی من 4 ساعت فیلم دیگه واقعا سوی چشی برای من نمونده. توی استخر بوده، توی اتاق خواب بوده، تو پارکینگ خونه بوده، توی ماشین بوده و دست برغذا این دوستانی که در این فیلم بودن فیتیش فیلم گرفتن داشتن. یعنی مثل خیلی از افراد که در حین کارهای اداری فیتیش دارن فیلم بگیرن، این خاله آتوسا هم این قضیه رو داشته و کلا یه حالی کرد و این صحبت. و من با خانواده 1-2 تا از این پسرها تونستم ارتباط برقرار کنم در طول این 48 ساعتی گذشته که من ویدیو قبلی داشتم، که گفتن که همشون بازداشت هستن. دختره داشته از ایران فرار میکرده، لب مرز گرفتنش و برش گردوندن داخل ایران و از هر کدوم از این افراد هم 2 میلیارد باج گرفته بوده. از یه نفرشون هم 4 میلیارد گرفته بوده. به خاطر همین فیلم اون نفر 4م رو پخش نکرده بوده و اون طرف بدجور سلفیده بوده و اونا هم خوب پرداخت نکرده بودن و این هم
پخش کرده بوده. ولی اون چیزی که مشخصه، ببینید دختره به نظرم خودش مشکل روانی داشته و بعد از اینکه از حالا زندان بیاد بیرون چیز دیگه، البته با این شرایطی که هستش اگر سنگسار یا اعدام چیز دیگه نگیره شانس آورده و شنیدم که نامزدم داشته، نامزدش هم تو نامزدی که چه از بکنم عقد چیز بوده دیگه، به اندازه سال تولدش براش سکه زده بوده و حالا بعد بره در گیرودار دادگاه ببینه ماجرا از چه قرار هستش که بقیه مفتی زدن توش، این بنده خدا چقدر هزینه کرده بوده که بکنه توش. حالا به هر حال کاری نداریم، به هر حال اون فیتیشش بوده اونطوری. اما دادگاه فعلا گفته که هیچ کدوم از این افراد با وثیقه آزاد نمیشن، چون ممکنه که بعضی از این افراد اشد مجازات بگیرن، مثلا یک دو تا از اینها که حالا قهرمانای ورزشی بودن مثل سپهر ساعتچی اگر اشتباه نکنم اسمشو، که قهرمان ورزشی بودن، خود فدراسیوناشون پیگیر این قضیه بودن و اون چیزی که مشخص هستش میگن این فیلم مال 3-4 سال پیش بوده، مال الان نبوده. البته این 4 ساعت فیلمی که من دیده بودم، یعنی دختره تو لوکیشن‌های مختلف با شلاق و دستبند و چیزهای مختلف، اصلا سیستم برده‌ای و اینا رو بهتون میگم تصویرسازی بکنید که بعداً بتونید برید کارهای اداریتون رو انجام بدید. اصلا یه وضعی، یعنی لباسایی پوشیده بود که در پورنهاب قفله. و جالب بدونید که این فیلم در پورنهاب پرسرچ ترین فیلم در طول 1 ماه گذشته بوده. یعنی ایرانی‌ها توانستن رکورد پرسرچ ترین فیلم در پورنهاب رو بشکنن. بازم ببخشید من اینقدر دارم آروم حرف میزنم، یعنی این حنجرم دیگه جواب نمیده، چشام دیگه سو نداره، کمرم هم درد میکنه دیگه، اینقدر زدیم با این فیلم ها و اینا نابود شدیم. خلاصه ببخشید یه نون و جقی داریم دور هم میخوریم، خواستم شما رو هم در جریان قرار بدم. هرچی اما عرق مرق و اینا زدیم، اینا فایده نداشت. یه اونکشی به ما گفت برو عرق بخورین کیلوملود خوب بشه، خوردیم بدتر شد، ریدیم تو سیستم ایمون سیستم بدنم. خلاصه یه شیشه پیاده شدیم 40% ریدیم، بعدا مریض شدم و صدام دیگه بالا نمیاد تا ویدیو ضبط بکنم. ولی الان پرونده در حال جلو رفتن، وکلاشون هم گفتن که هنوز هیچ دادگاه و حکمی صادر نشده تا روز شنبه یا یک شنبه احتمالاً بازپرس پرونده بیاد روی پرونده و حالا اظهار نظرهای اولیه رو بکنه. ولی اون چیزی که مشخص هستش بالغ بر بالای 90% این افراد حکم اعدام رو نرم از بغل 1-2 تاشون بگیرن. حالا امیدواریم که این اتفاق نیفته، تو اون مملکت مثل خیار آدما رو میکشن. اما فیلماشون رو برید ببینید، کلکوپر پشمتون میریزه. من زیر همین ویدیو هم به عنوان کانال افشای این تصاویر براتون میذارم، برید اونجا ببینید. ولی بنده خدا چون کانالش ممکنه ریپورت بشه، برای شما یه 2-3 دقیقه فیلمو میذاره پاک میکنه، یعنی بعد اونجا عضو باشید زنگوله رو بزنید، به محض اینکه فیلم اومد سری ببینید، جقه رو بزنید، کارو جمع کنید بره. وای نصیب اون کانال نگه نمیداره این بنده خدا و پاکش میکنه. در هر صورت پرونده فعلا تا اینجا رفته جلو و فقط هر روز داره فیلم‌های جدید میاد بیرون و گویا انگار این فیلم‌ها دست یه نفر دیگه هم هست. یعنی در طول این 10 روز گذشته این دختری که حالا بازداشت شده بازم داره فیلم میاد بیرون که اینم در نوع خودش عجیب و غریبه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ببخشید این صدای تخمی منو تحمل کردید با این حال مریض منو. موهام ببینید دیگه چه وضعیتی داره. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. خیلی مخلصم.